بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید دوستان به حلقه هشتمین به کتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه، کتاب امام علامه اللالکائی می باشد که باب آمدیم که ما روی عن النبي صلى الله عليه وسلم في حث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم وذم التكلف الرأي والرغبة عن السنة والوعید فی مفارقة الجماعة. پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث های امام اللالکائی آوردن که ما رو پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت میکنن که باید پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو بکنیم و جماعتی مسلمانان رو پیروی بکنیم، همان جماعتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیم دادند که صحابگان در کدام منهج بودند، تابعین ها در کدام منهج رو پیروی کردند که صحابگان پیامبر رو پیروی کردند و تابعین ها پیامبر رو پیروی کردند، علم های ربانی این جماعت رو پیروی کردند. بنابر همین ما باید با این جماعت پایبند باشیم. بنابر و در این حدیث گذاشتن که هر کس باید یعنی رأی و فکر خود را مقدم دانستن از آیت و حدیث، از فهم صحابگان، این را شریعت مذمت کرده است. و این چنین هر کسی که از سنت های پیامبر سرکشی می کند، یعنی روش های پیامبر رو سرکشی می کند و از جماعتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ما خبر داده رفتند بر این جماعت پایبند باشید گفتند، هر کسی که از این جماعتی، از این فهمای صحیح دوری می جوید بر او وعید آمده است. حدیث می گذارند که انس ابن مالک می گویند که وقتی که یک چند نفر به خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد که از احوال پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسید. پیامبر صلی الله علیه و سلم عملهایی داشتند که در نزد همه معروف بود و اینچنین آنچه که در خانه میکردند جز زنهایشان کسی نمیدانست. بنابر همین این سه نفر میپرسید که پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار میکردند و آنها به خود میگفتند که من تمام شب نماز میخوانم. یکی از آنها میگفتند تمام شب همه سال من نماز میخوانم. یکی از آنها میگفت که من تمام سال روزه میگیرم. یکی از آنها میگفت که من زن نمیگیرم. و که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم اومدن از این ماجرا خبردار شدن، پیامبر گفتند که من قسم به آن الله والله انی لاخشاکم لله، این حدیث در بخاری است، من بین شما از الله بیشتر میترسم، از بین شما از روی تقوا بالای پیش میباشم. هر کسی که از سنت های من دور است از من نیست. البته که تمامی شبهای سال یعنی نماز خواندن، تمام شبها رو با نماز تمام کردن، این مشقت است، مخالف سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. تمامی روزهای سال روزه گرفتن، این نیز مشقت است. اسلام مشقت نمی آورد، این نیز مخالف سنت پیامبر می باشد. پیامبر گفتن من رغب عن سنتی فلیس منی. و این چنین زن نگرفتن، این از خصوصا بر جوان ها این مشقت است. اسلامی عزیز یعنی جوان ها رو پیامبر میگن که شما زن بگیرید و نسل بنیاد بکنید تا که کلمه ها مسلمانان بسیار شود، تا من به مسلمان ها در روز قیامت بسیار بودنش فخر بکنم. بنابر همین بعضی از جماعت ها گرفتند فقط جانب عبادت رو گرفتند، دیگر به سیاست کار نداشتند. بعضی از شخص ها سیاست رو گرفتند و مجتمع به اجتماعیت اقتصادیات کار نداشتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم انسان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بودند. همیشه مردم رو به
اتحاد دعوت میکردن و چند هزار، وقتی که وفات کردن 30,000 لشکر در دستشان بود و امور آنها را به ترتیب می در آوردن. سنتی پیامبر صلی الله علیه و سلم این هست و چگونه به عبادت بودند، به جنازه ها می رفتند و به تربیت کودک ها نگاه میکردند، به یتیم رو نگاه میکردند و همچنان همه جهت پیامبر صلی الله علیه و سلم کامل بودند. امروز بعضی شخص ها فقط عبادت میکند، بعضی شخص ها میگوید که من قلندر هستم، ازدواج نمیکنم، بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند از دنیای شما من زن را دوست داشتم، عطر را دوست داشتم، نماز را دوست داشتم، که همه این صحابه ها، این جماعت بزرگ که فهمی صحیح داشتند از پیامبر گرفتند و گروهی اهل سنت شدند و با این اسلام رو پهن کردند. از بس که ما امروز میگیم که دین دیگر است، سیاست دیگر است، این مخالف سنت می باشد. امروز ما همان قدر اومدیم که دین یعنی چیز سیاست نیست، دین خودش سیاست است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به جنگ برآمده بودند، پیامبر صلی الله علیه و سلم لشکرهای بسیار داشتند، پیامبر صلی الله علیه و انسان سیاسی بودند. اگر این لشکر بی سیاست نمی شود، جنگ ها غلبه ها بی سیاست نمی شود. بنابر همین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند از سنت من هر کسی که سرپیچی کرد او از من نیست. بعضی شخص ها گوید که من عبادت رو میگم، این سیاست رو دیگر کار سیاست است، این رو من دخالت ندارم. این از سنت پیامبر مخالفت کرده است. دین فقط عبادت نیست، دین فقط سیاست نیست، سیاست اجتماعی اقتصادی می باشد. پیامبر بیت المال داشتند. بنابر همین اسلام حیات است و انسان رو به آخرت میبرد، یعنی این ابتدای آغازی به بهشت رسیدن میباشد. هر کسی که در این دنیا عمل کرد از طریقی پیامبر، از طریقی جماعت صحابه هایی که فهمی صحابه هایی که صحیح بودند این اسلام رو پهن کردن، چی خیل اسلام گسترش یافت در ابتدای اسلام، در خلافت ابوبکر، چون که پیامبر ابوبکر رو تربیه کردن، عمر رو تربیه کردن، عثمان رو تربیه کردن، علی رضی الله عنه رو تربیه کردن، صحابگان رو تربیه کردن که همچنان تربیه کردن که از روی عبادت از همه نمونه هستند، از روی جهاد کردن از نمونه هستند صحابه ها. از روی انفاق میبینیم که کسی مثل صحابه ها انفاق نمیکرد و تابعین ها رو تربیه کردن، صحابه ها تابعین ها رو تربیه کردن، عالم های ربانی آمد. امروز ما یک جانبه میگیریم، دیگر طلب علم میگیم، دیگر دعوت هم نمیگیم، دعوت میکنیم به علم، دعوت میکنیم، علم آموزیم، دعوت بکنیم، انفاق بکنیم، زکات بدهیم، حج برویم، نماز بخوانیم، روزه بگیریم، یک جانب که کفایه نکنیم، همه جانبه باشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت میکنه که از این جماعت از این خیل با این فکرهای جماعتی نباشیم، همین خیل در همون چیزی که میگوییم در همون فکر ما پایبند نباشیم، الکی ما با این جماعت صحابه ها در این جماعت صحابه نیستیم. این بود شرح مختصر این حدیث از کتاب شرح اصول اعتقاد اهل سنت و الجماعه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.